سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و خاص. شاید براتون سوال اومده باشه که بزرگترین سرقت‌های دنیا چی بوده. ما اومدیم تو این ویدیو جوابتون رو بدیم. تا آخر ویدیو پس همراهمون باشید. Let's go. اما یه نکته مهم، ما اینجا قرار نیست سرقت رو آموزش بدیم. هدف ما روایت داستانی و عبرت گرفتن از نتیجه کاره. خب یکی از سرقت‌ها در سال 1963 صورت گرفته، یعنی سرقت قطار سلطنتی انگلیس. سال 1963 انگلستان. یه قطار پر از پول نقد در حال حرکت به لندن. ارزش محموله 2,600,000 پوند در اون زمان، یعنی معادل بیش از 50 میلیون دلار امروز. گروهی 15 نفره نقشه‌ای ریختن که هنوز هم به عنوان جسورترین سرقت دنیا حساب میشه. اونا چراغ راه آهن رو دستکاری کردن و قطار رو متوقف کردن و بعد با استفاده از بیسیم و هماهنگی بی‌نظیر محموله رو خالی کردن. اما همونطور که همیشه میشه حدس زد، داستان قشنگ تموم نشد. بیشتر اعضای باند در مدت کوتاه دستگیر شدن و اونایی که فرار کردن یا سالها بعد پیدا شدن یا بقیه عمرشون رو با ترس و پنهونکاری گذروندن. خب از این یکی عبرت میگیریم که فقط هم نقشه پیچیده باشه، یه اشتباه کوچیک یا گذر زمان داستان رو لو میده. خب یکی از سرقت‌های بزرگ بعدی در سال 2005 اتفاق افتاده. سرقت از بانک بزرگ برزیل. بریم به آمریکای جنوبی. سال 2005 باند حرفه‌ای تصمیم گرفت یکی از عجیب‌ترین و خلاقانه‌ترین سرقت‌های دنیا رو رقم بزنه. اونا یه تونل 78 متری زیر مغازه اجاره‌ای تا خزانه بانک حفر کردن. تصور کن 3 شبانه روز بیل و کلنگ و مهندسی مخفی بدون اینکه کسی بفهمه. در نهایت وارد خزانه شدن و بیش از 70 میلیون دلار رو دزدیدن. پولهایی که بخش بزرگی از اون هم هیچ وقت پیدا نشد. اما همونطور که همیشه اتفاق میفته، رد یکی از اعضا پلیس رو به کل گروه رسون. چند نفر دستگیر و چند نفر متواری و زندگیشون به جای آزادی و رفاه پر از فرار و ترس شد. خب عبرتی که از این بخش گرفتیم اینه که ثروتی که از راه خلاف بیاد، حتی اگه به دستم بیاد، هیچ وقت آرامش نمیاره. خب سرقت بعدی در سال 2003 اتفاق افتاده. سرقت الماس آنتورپ بلژیک. آنتورپ سال 2003 قلب تجارت الماس دنیا، جایی که امنیتش در سطح بالاترین استانداردها طراحی شده بود. دوربین‌ها، سنسورهای حرکتی، قفل‌های چند لایه. اما در سال 2003 گروهی معروف به لئوناردو تونستن محال‌ترین کار رو انجام بدن. اونا بیش از 100 میلیون دلار الماس و جواهر از اون خزانه دزدیدن. روشی که استفاده کردن ترکیبی از جعل هویت، نفوذ و مهارت فنی بود، اما باز هم سرانجامی جز شکست نداشت. سرنخ‌های کوچیکی مثل اثرانگشت یا دوربین‌های اطراف خیابون اونا رو لو داد و اکثرشون دستگیر شد. عبرت، حتی هوشمندانه ترین نقشه هم یه رد و پایی از خودشون به جا میذارن. سرقت بعدی در سال 1990 اتفاق افتاده. سرقت از موزه ایزابل استوارت گاردنر آمریکا. بوستون سال 1990. 2 مرد با لباس پلیس وارد موزه شدن و نگهبانا رو فریب دادن و 13 اثر هنری با ارزش رو بردن و ارزش آثار بیش از 500 میلیون دلار. تابلوهایی از رامبراند و ورمیر که هیچ وقت پیدا نشدند. این سرقت همچنان یکی از بزرگترین رازهای حل نشده تاریخ هنر. اما دقت کنید، حتی اگر این آثار پیدا هم نشدن، این سرقت برای سارقان هیچ سودی نداشت، چون چنین شاهکارهای قابل فروش نیستن. هر خریدار جدی بلافاصله به دام میفته. عبرت این ویدیو هم اینه که چیزی که ارزش واقعی داره هیچ وقت دست خلافکارا امنیت نداره. و رسیدیم به تحلیل و جمع‌بندی. خب حالا شاید بپرسین چرا با این همه نقشه دقیق سرانجام همه این نقشه ها یکی باشه؟ شکست. جوابش چند لایه است. 1. اشتباه انسانی. هیچ نقشه بی نقص نیست. 1 شاهد، 1 اثرانگشت یا 1 دوربین کافیه. 2. طمع. معمولا افراد بعد از سرقت به جای پنهان شدن دنبال خرج کردن و لذت بردن میشن. همین باعث لو رفتنشون میشه. 3. عدالت زمان. حتی اگر سالها بگذره، ترس و اضطراب همیشه همراه خلافکاره. زندگی که توش آرامش نباشه در واقع موفقیت نیست. فقط اینو بگم، همه این سرقت‌ها واقعی بود، ولی این داستان به ما یاد میده پولی که از راه خلافیات دیر یا زود از دست میره و مهمتر از همه، سرانجام خلافکار یا زندان یا رسواییه یا عمری زندگی در سایه ترس.
خب بچه‌ها، ویدیو به پایان رسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد میتونید لایک و سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیو بعد، خدا